آنها عضو کامل حقوق جامعه ما هستند و مثل دیگر شهروندان حقوق به سلامتی، تحصیل، به سیاحت و مهنت را نیز دارند. ولی برای آزادانه عمل نمودن آنها محیط دسترس و شرایط خاص لازم است. درود دوستان عزیز، در برنامه امروزه دور راجع به حفظ حقوق معیوبان حرف خواهیم زد و بیایید در آغاز برنامه اول به اکران توجه میکنیم و بعدا برنامه را ادامه خواهیم داد. مرحمت. ما می‌دانیم که طول سال‌های اخیر شهر دوشنبه نهایت زیبا و قشنگ شده است و بیناهای با حشمت ساخته شده ایستاده‌اند. متاسفانه بیناها بلند آشیانه است و زینه‌های زیاد دارند و پاندوزهایی که می‌سازند برای وارد شدن به اون بیناها مطابقت نمی‌کنند و شخصانی که با واسطه عربچه معیوبی حرکت میکنند مستقلانه وارد همون بنا شدن نمیتونند. بعضی بیناها است که همون پاندوسایی که میسازند برای وارد شدن به اون بیناها مطابقت میکنند با استانداردهای درکاری، استانداردهایی که اونیورسالی میگن، دسترسی اونیورسالی به بنا و انشاءاتها. متاسفانه نه همه بیناها برای شخصای معیوب دسترس هستند. بگذار اگر هم دست قفک‌هایی که باشند برای داشتن شخصی که با واسطه اعصاب بغل حرکت میکنند، برای داشتن من همون دست قفک‌ها یا اینکه نهایت بلند پیوست شدگی‌اند، بلندیشان یا اینکه نهایت پس پیوست شدن که برای شخصی که قد و قامت معمولی دارد برای وای میشود، مشکل میشود وارد شدن همین بینو. وقتی در حالت دیدن همون حالت در همون بینو، همون پاندوس یا اینکه همون پیریلا ها شخصی که میخواد وارد همین بینو شود دلش میموند، یعنی که خواهش پیدا نمیکند برای وارد شدن همین بینو. چون در همون بینو شاید مغازه باشد، شاید اپتیکا باشد، یعنی که داروخانه باشد برای خریداری نمودن دارو یا که برای خریداری نمودن مواد غذا. شخصی معیوب در وای میماند، در یک فکر، در یک حالت میافتد که فکر میکند آیا همین مهنت کنم وارد شوم یا نشوم. قهرمان سوژه در استودیو حضور دارند که ما ایشان را نیز به برنامه دعوت کردیم و هرچند که از جانب جمهوری تاجیکستان حقوق معیوبان حمایت کرده می شود و برنامه‌های مختلف راه اندازی شده است، خصوصا برنامه دولتی محیط دسترس که سال 2021 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده بود، ولی تا هنوز مشکلی آنها حل نشده میماند. بیناهای معمولی زیادی در حدود شهر و بیرون از شهر موجود هستند که برای آنها دسترس نیست و آنها نمیتوانند که آزادانه از آنها استفاده کنند. خب خاصه همین محیط دسترسی آنها را و همین بیناها را کی نظارت میکند و باید چگونه باشند؟ هنگام لایحه‌کشی بنا به انشاءات البته طلبات معیار قاعده ساختمانی، کدکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان و دیگر صنعت‌های داخلدار ساحه از طریق لایحه‌کشان به نوبت گرفته میشوند. در اینجا در نوار قید کرده شد که پاندوس‌ها، دستقاپک‌ها طبق طلبات معیار قاعده ساختمانی ساخته نشدن. در حقیقت این درست است، ولی در معیار قاعده ساختمانی واضح و روشن نشان داده شده است که نشابی همون پاندوس‌ها نباید از 8% زیاد باشد. 8% زیاد باشد. خاصتا اگر راهروهای زیر زمین را دیده باشید چقدر خطرناک هستند. نیست برای دسترس بودن برای معیوبان نیست باید پیش بینی کرده شود، ولی در اصل همین کامدو مشاهده می‌گردند از طرف فرمایشگران و ساختمانچیان همین طلبات رعایت کرده می شود. این در حقیقت هستند. در مورد راهروها یا که پاندوس‌هایی که در انشاءات زیر زمینی گذرگاه‌ها عرض وجود دارند، در این مورد هم کامدو هستند. همان نشابی همان پاندوس‌ها خیلی خطرناک هستند، نه بلکه برای معیوبان، برای شخصان سالم خطرناک هستند. ببینید سوال این است که وقتی که بیناها ساخته میشوند از کمیسیون مخصوصی کمیته معماری میگذرند، نه در اینجا وقتی که دیدن که این مثلا پاندوس‌ها با معیار جوابگو نیست، آیا بنا قبول کرده می شود یا نه؟ کمیسیون دولتی قبولی بنا و انشاءات رو مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نویا
تشکیل میکنند. در حیات کمیسیون دولتی قبول از کمیته مموری نیز هستند. از همه وزارت اداره داخل دار، خصوصا از وزارت تندرستی، نمایندگان فرمایشگر، نمایندگان لایحه کشان، پودرچی ها، پودرچی همین ساختمان و تشکیلات مؤسسه‌ای که دارای یا که صاحب ملک اینفراستراکچور مهندسی می باشند، آب و کاری، برق، نقلیات و غیره و غیره نمایندگان هستند. بغیر از این نمایندگان وزارت تندرستی و دیگر وزارت ها هستند در هیئت کمیته دعوت قبول. شما درست خواهد کردید که اگر همین کمبودی باشد باید قبول کرده نشود. باید ما طرفدار همین هستیم. لیکن در بسیار موارد ها همین یک چی گفتم که یک طلبات عادی رعایت کرده نمیشود. و من میخواستم از شما بپرسم که اصلا در کجاها بیشتر شما به همین گونه مشکلی ها گرفتار میشه؟ چون بناهای معموری در کشور خیلی زیاد هستند و نه همه آنها برای شخصانی که مثلا امکانیت‌های محدود دارند مهیا است، شرایط مهیا دارد که آنها بتوانند آزادانه وارد بنا شوند، مثلا محصول در کاری خود را بخرند یا که وارد تئاتر و کینوتئاتر بشوند و فیلم تماشا کنند. چگونه است؟ به حد بناهای نقص، بناهای خوشرو در شهر ما یک ساخته می شود و به حد هم مغازه ها هم تمامی اون چیزی که به طلبات مثلا به شخصان در کار است همونو ساخته می شوند. لیکن همون پانتوسایی که گفته من در همه جا می بینم، لیکن متاسفانه این برای علت خصوص همین من نمیتوانم بدون کمک کسی نمیتوانم باور کنید. وقتی که حتی همین راهروهایی که آدمگرد است در راه تروتوار میگویند، همون بعد در یک طرفکش با جو کردگی که همون باید عروبچه گذارد. وقتی که من گاه میرم همونجا همونم کمتر خطرناک است. من همون یک لحظه میستم نگاه میکنم کسی باشد که به من کمک رساند. چگونه از مردم کمک میرسونند به شما؟ میرسونند مردم خیلی مردم مهربان هستند و من میستم یک لحظه نگاه میکنم که کسی گذرده از همونه که شما تصور کنید که همون بلندی رو چقدر است و اون پانتوسکی که از اون یک طرفکش کردگی همون هم کمتر مطابقت نمی کند. شما گذاشته در گنبور؟ بله من تنها به تنهایی گذاشتم و هر گوری که میگذارم یک کس من انتظار میشوم که کمتر کمک کنند، برای که کمک خطر دارد، خطرناک است. برای همین اون بناهایی که مغازه ها مثلا چخیلی که شما گفتید بسیار جایی که شخصیت میخواهد که شخص اونجا رود یک استراحت کند، یک خریداری کند چیزی، اونجا به حد باز خطرناکتر است. من وارد شده نمیتونم به کمک یگان کس. مثلا ما نمیتوانیم دائم یک یاردمچی با خود گیریم. شخص میخواهد که خودش مستقلانه یک چرخ زند، یک سیر و سیاحت کند خودش مستقلانه، لیکن در همین حالت ها کمترک باز کمک دیگر کس لازم می شود. در همین کمیسیون نماینده جمعیت معیوبان اشتراک میکنند؟ تشکیلات های جمعیتی معیوبان یک چند مرتبه در این خصوص مراجعت کردن. این مسئله در روند حل و فصل است. باید از سال 2021 این جانب علاقه برنامه دولتی است وابسته به محیط دسترس. البته در برنامه دولتی محیط دسترس این ادامه منطقی اون کارهایی که از طرف کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت اداره داخلدار عملی کرده شد. در این روند کارهای زیاد در پیش است. از طرف کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی، مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها چنان شرایط پیدا کردند که در حقیقت شما قید کردید، دیگر من اشتراکچیان قید کردند، معیوبان باید خود را همچون عضو کامل حقوق جامعه حس نمایند. باز یک کجا تهیه کرده شد مانیتورینگ بهادهی بنا و انشاءات اوید به دسترسی بنا و انشاءات به معیوبان. حالا از جانب
متخصصان کمیته معماری ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باز 2 حجت تهیه شده ایستاده است. این توصیه‌های متدی برای مقامات‌های محلی حکومت دولتی و وزارت اداره ها چخیل که در بالا گفتم این محیط درزه تنها از پندس و دستخپک عبارت نیست. باید ما طبق طلبات کنونسیون حقوق معیوبان در هر یک تشکیلات و مؤسسه‌ای که به مردم خدمت می‌رسانند کادر آماده نماییم. وزارت معارف نیست برای معیوبان به شرایط خاص میسر، خاصتا متخصصانی که برای آنها کمک رساند. چگونه است همین برنامه‌هایی که در وزارت معارف راه اندازی شدند؟ بله، امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توجهی بواسطه نسبت قشر نیازمند جامعه بخصوص معیوبان و شخصان امکانیتی محدود داشته به نقشه گرفته شده است و همزمان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و که در شهر دوشنبه قرار دارد و در دانشگاه دولتی آموزگاری شهر کلاب که ما و شما میدونیم تمامی کادرهایی که با قشر جامعه که امکانیت محدود دارند، یعنی اختصاص‌های سرده پداگوگ، پسیکولوگ پداگوگ و دفکتولوگ، همین گونه اختصاص‌ها هستند در دانشگاه‌ها به خاطر تعلیم و تربیت دادن به کودکانی که امروز در مؤسسه‌های تعلیمی یعنی به تحصیل فرا گرفته شدند. البته اختصاص‌های مخصوص در دانشگاه‌ها به نقشه گرفته شده است و کادرهای مخصوص رو آماده می‌نماید. وابسته به بیمارخانه‌ها من می‌خواستم بپرسم که چون هر معیوب در یک سال 2 مرتبه از تشخیص طبی می‌گذرد و محیط دسترس در بیمارخانه‌های کشور چگونه است؟ شما آیا راحت به هر بیمارستان رفتن می‌توانید، از آنجا کمک طبی گرفتن می‌توانید؟ چگونه است؟ هر سال شخصی که داروی معیوبیت است 2 مرتبه از تشخیص طبی میگذارد. اویتی معاینه سلامتیش که طول 6 ماه یا که طول 12 ماه حالت سلامتیش چگونه است و البته همین تشخیص طبی طریق رویگان صورت میگیرد. متاسفانه وقت‌های اخیر اعضای تشکیلات چنین با چنین خلاصه آمدند که هنگام گذاشتن تشخیص طبی بعضی معاینه‌های طبی که طریق رویگان صورت می‌گرفت. مثلا کدام تشخیص‌ها از معاینه برای معاین نمودن بیماری هپاتیت C که خواهش کردند که مبلغ پرداخت کردن در کار. متاسفانه شخصی داروی معیوبیت معیوب گروه دوم و گروه یکم امکانی پرداخت نمودن قبلا این رایگان بود. بله، امکانی پرداخت نمودن چنین مبلغ را ندارد. وابسته به محیط دسترس چگونه است؟ شما میتوانید با دلخواه بیمارستانی که در کشور است راحت بروید بدون کمک کسی؟ گپ در سر آن که بینهایی که حاضر میسازند، مرکزهای سلامتی زمانوی که حاضر میسازند برای شخصی دارای امکانات محدود، شخصانی که با واسطه عربچه معیوبی حرکت میکنند، من میگویم که نسبتاً دسترس است، نسبتاً، زیرا بعضی بینهایی هستند که با لیفت مجهز است، متاسفانه لیفتشون کار نمیکند. ولی کدام بیمارستان اصلا شما دچار شدید؟ هر 6 ماه بعد من خودم زنگ میزنم، 2-3 مرتبه زنگ میزنم که بیاید من رو تشخیص کنید. چگونه است؟ رایگان است؟ از شما پول طلب نمیکنند؟ نه رایگان است. خب وابسته به اونی که گفتن که مثلا از بعضی تشخیص ها پول میگیرن، مثلا هپاتیت این چگونه است؟ از شما پول طلب نکردن؟ نه من پورا رایگان است و بعضا دارو هم رایگان میتین. بعضی داروهایی که اون کم خرج است، لیکن امین از سبب نبودن دسترسی در همون درمانگاهی که من در قید همونجا هستم، من پورا از همه تشخیص نمیتوانم گذاشته. چون که دکتری چشم اونم مخصوص تجهیزات ها دارن، مثلا اوزی میگویم اونم من نمیتوانم. تشخیصی مثلا شوشو، بله رنگین و این چیزهای من نمیتوانم، چون که اونجا تماما دسترس نیست اون درمانگاه. و بعد من میروم در دیگر درمانگاه هایی که اونو شخصی هستن. اون وقتی که شخصی که شد برای معیوبا رایگان نیستن، من مبلغ میسپرم و همون جایی که مثلا طریق باید که تجهیزات
مثلا بله. دستگاه‌های مخصوص باید دستگاه‌های شما را از مخصوص تصرف بله بله من مبلغ میتیم بعد امو رنگینو چی میکنم. بله تشکر زیاد. وابسته به تشکیلات جمعیتی اراده که اونجا نیست معیوبان را نگهداری میشن میخواستم برای ما معلومات دید. اصلا کودکای اوتیسم هستند ما نه تنها کودکای اوتیسم بلکه دارای دیگر معیوبیت ها رو نیز قبول میکنیم مثلا سیندروم داون سست عقلی درجه میانه و هستند با کودکانی که معیوبیت جسمانی دارند. چگونه نگهداری میشوند؟ تشکیلات ما از چند برنامه عبارت است که در آنجا از کودکانی 6 ساله تحصیل میکنند در آنجا از عملکرد خود خدمت رسانی به آنها نشان میدهند. با داریم از 16 ساله بالا که در آنجا زندگی مستقلانه را به کودکان میآموزانند چه خیلی خوراک پختن و چه خیلی روبچین کردن چه خیلی به مغازه رفته مستقلانه خرید کردن را میآموزانند و داریم باز از نورسانی 18 ساله بالا که در آنجا کورسی کامپیوتری می‌آموزند، کورسی دوزندگی می‌آموزند. ما باز تحصیلات یعنی که انفرادی داریم که در آموزگاران با فرمایش در به خانه‌های معیوبان رفته مثلا در هفته 2 مرتبه 3 مرتبه از فن‌های داخلدار با کودکانی که امکانیت محدود دارند و نمی‌توانند که به مؤسسه‌های تعلیمی بیایند و تحصیل خود را ادامه دهند البته آموزگاران رفته با آنها تعلیم انفرادی میدهند که آنها اجازه داده میشد به آنهایی که البته اون در مؤسسه تعلیمی به خرج گرفته میشود و بعد حجت های دولتی رو میگیرند. دوستان عزیز ما یک نظرپرسی نیز در جاده‌های شهر داشتیم و راجع به حفظ حقوق معیوبان و همچنین مناسبت با آنها از مردم نیز پرسیدیم و اینجا حالا به اکران توجه میکنیم و اندیشه مردم رو راجع به این موضوع خواهیم شنید. مرحبا. البته معیوبان هم یک عضو جامعه هستند. آنها باید ما شرایط فراهم آوریم که خود را در جامعه یک همچون شخصان سالم در یک صف قرار داشته باشند و با آنها البته با جای کار باید که تأمین شوند تا که زندگی خویش را پیش برند و من گمان میکنم که معیوبان خود را باید در جمعیت چون شخصان سالم در یک ردیف حس کنند. مناسبت به ما نسبت به معیوبان خیلی خوب است. یگان جای باید است. همش نست. ما حس نمیکنیم که از دیگران چیزی کم هستیم. ما هم برابری آدمای سالم خودمون حس میکنیم. ولی بعضا حالت میشد که مقصد از یگان راه گذاشتن دشواری میکشی یا از جای دیگر حتما راهگذارا به احوالتون نظر کرده آمدن از تو حتما به تو کمک میرسونن و تو از این چیز خیلی خرسند میشی. زندگی خودش مبارزه است. مردمی ما بسیار یک مردمی خوب است. مردمی با یکدیگر کمک میکردگی انسان ها هستند. گرچنده که ما از پای روان محرومیم از چشم بینا محرومیم ولی نفرهای محبوب و مهربان در برای ما هستند که حتما دست ما رو میگیرن و خیلی خیلی از این چیز ما خوشحال میشیم. وقتی که در حقیقت اگر معیوب باشد باید کمک کنیم. اگر خیلی نمیدونم من فهمیدگی هستم که هستن که خود رو به معیوبی میزنند مثلا چنین نفران هم هستند لیکن من خودم بیشتر دیدگی نیستم لیکن معیوبان رو همیشه باید کمک کنیم دستگیری کنیم. با معیوبان باید چنین مناسبت کنیم که آنها خودشون رو همچون شخص سالم حس کنند و خرسند باشند مثلا چی کمبودی نوع خودشون رو بیماری خودشون رو حس نکنند و باز گفتنیم که هر شخصی که ما با معیوبان وا میخوریم با شخصان معیوب باید ما با اونها دست خیریه بتونیم رسونیم و با اونها رو با چی راهی باشه خرسند کنیم طبعشون رو شاد کنیم. من در مؤسسه تیبی کار میکنم. ما با معیوبان هر روز سر و کار داریم.
барои кӯдакони маъюб ҳама сола дар рӯзи муҳофизати кӯдакон мо як чорабинӣ мегузаронем ва ҳаракат мекунем ҳама вақт дастгир бошем. ташаккур зиёд. ин андешаи мардум буд вобаста ба кӯмак расондан ва муносибат бо шахсоне ки имкониятҳои маҳдуд доранд ва умуман ҳамин гуна ҳолатҳо бештар дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ рух медиҳад ва ман мехостам бидонам ки оё шумо роҳате дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ, дар автобусҳо, умуман дар масалан нақлиёти ҷамъиятие ки имрӯз дар ҳудуди кишвар амал мекунанд, шумо роҳат рафта омода метавонед, роҳат онҳоро истифода бурда метавонед ё на? мутаассифона не, чунки мо хеле хурсанд ҳастем ки масалан нақлиёти нав ҷамъияти баромадагӣ он махсус барои шахсони маъюбият дошта ҳастаст, лекин дар бисёри ҳолатҳо ҳамун ронанда кӯмак намерасонад, ҳамун махсус пандусе ки бояд кушода шаваду монад намемонад. дар автобусҳои наве ки вориди шаҳр гаштанд шароит ҳаст. шароит ҳасту, лекин ба ҳамун чӣ хел гӯям, ба ҳамун масъулон хунукназарӣ мекунад. Баъд аз меъёр зиёд одам мегирад, ҳамун ҷое ки бояд ки аробачаи маъюбӣ бошад банд аст. дар баъзан вақта не бояд ки унҷа озод бошад. дар ҳар як истгоҳе ки агар шахсе ки аробачаи маъюбӣ дошта бошад бояд ки уна ҳамун роҳрава кушояд ронанда ва бояд ки он шахсе дар аробача ба ҳузур дарояд, ворид шавад. аз ҳамин сабаб ман хеле кам истифода мебарам, лекин бисёр ман шунидам аз ҳамин шахсое ки маъюбият доранд, бисёр ҳамин хунукназарӣ шудагӣ ҳаст. барои ҳамин баъзан вақт масалан мошинро нигоҳ намедоранд. баъд бод бисёр ҳамин мошинои шахсиҳо, таксиҳо дар ҳамун истгоҳ мошиноро қарор медиҳанд. баъд ҳамун автобус аз як тараф агар фикр кунем омада наметавонад, дар ҳамун истгоҳ наметавонад. хушбахтона солҳои охир дар шаҳри душанбе шаҳрдори пойтахти кишварамон муҳтарам Рустам Эмомалӣ тамоми кӯшиш ғайратҳошона истифода бурда истанд ки тун ки дар шаҳри Душанбе нақлиёти ҷамъиятӣ автобусҳои наве ки дар хатсайрҳо сафарбар карда шуданд ба талаботи шаҳрвандон ва хусусан шахсони дорои маъюбият ҷавобгӯ бошад. мо хеле хурсанд ҳастем, зеро шахсоне ки дорои имконияти маҳдуд ҳастанд ва ҳолати ҷисмонияшон ҷисман маъюбишон сабук аст, аз ҳамин автобусҳои замонавӣ пурра хуб истифода мебаранд ва хело ҳам хурсанд мешаванд, зеро аз як нуқта ба як нуқтаи дигар дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳаракат кардан барои шахсои имкониятшон маҳдуд, ман ҳамин нақлиёти наве ки замонавӣ бисёр мусоидат мекунад ва ҳолати равониву ҳолати зиндагиашона боз ҳам беҳтару хубтар мегардонад. ва ман мехостам ки вобаста ва беҳтар шудани шароит ва умуман ҳифзи ҳуқуқи маъюбон пешниҳодҳои худро гуфта бошед. мо чӣ пешниҳод доред ки масалан ҳамин самт роҳҳои масалан содатар пайдо шавад ва ҳамин мушкилое ки ҳаст бартараф гардад? инфрасохтори пиёдагардӣ ҳаст, мутобиқ ба талаботи маъюбон бошад ва гурӯҳи камҳаракати аҳолӣ тибқи меъёри қоидаҳои сохтмонӣ ва тибқи талаботи конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи маъюбон бояд бошад. аз ҷумла ҳамон роҳравое ки мегарданд баробари фардони солим маъюбон бояд барои онҳо як алоҳида як самти алоҳида бошад бо нишон додани самти ҳаракат бо ранги зард, яъне ки гузоштани тахтачаҳои тактилӣ дар роҳравҳои шаҳру ноҳияҳо бошад, дар хиёбонҳо бошад. фарз кардем як шахси имконияташ маҳдуд барои ворид шудан ба як бинои хизматрасон меояд, бояд ба ҳамон бинои хизматрасон низ як ишораҳои махсус бо шинонидани тахтачаҳои тактилӣ ва ранги зард бояд гузошта шавад ки ҳамон маъюб бояд самт гирад барои рафтан. ба ғайр аз ин ҳамон даромади ҳамон бинои иҷтимоӣ ки хизматрасон мебошад бояд остона надошта бошад, яъне ки аробача озодона
داخل ممنوعیت وارد شود. بی مانعیت داخل شود به بنا داخل بنا و متخصصون یا که کارمندان یا که هیئت شخصی همین تشکیلات خدمترسان باید آماده باشند برای قبول معیوبان برای همون گروه کم حرکت اهالی قبول کرده توانند. همچون شخصان برابر حقوق گپ زنند. بغیر از این در گذرگاه ها توسط راه ها چراغک های صدادور باید نصب کرده شوند آهسته آهسته. در همه خمگشت ها باید گردش ها و جاهایی که مردم پیاده میگذرد از این سوی رو به سوی دیگر رو باید چراغک های صدادور آگاه کننده باید نصب کرده شوند. اون کارو بسیار هستند. بغیر از این در همین تشکیلات ها خدمترسان از جمله مهمانخانه ها وقتی که معیوب نابینا داخل می شود در همون جای قبول باید با حروفات برجسته نقطه‌ای برایلی باید باشد و باید و خوانده تواند و انتخاب نماید. شخصانی معیوبی که امروز در جمهوری تاجیکستان هستند نوبسته از اونی که توجهی بواسطه حکومت جمهوری تاجیکستان است باید از جانب بعضی ساختمانچیان از جانب بعضی صاحبکاران نیز چنین اقدام‌های نجیب ادامه یابند و سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان را در خود دستگیری نماید و تطبیق نمایند که چنین شخصانی برجامانده و معیوب توانند که باز هم باشد لحظه هم باشد استفاده نماید. میدونم که در برابر آنی که امروز قانون‌های زیادی در این راستا یعنی به تصویب رسیده است باز مردم فرهنگدوز و سربلند تاجیکستان عزیز ما از قانون‌های نانوشته انسانی خود نیز استفاده میبرند و دستگیری به واسطه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان با چنین قشر جامعه بشری یعنی ظاهر گردیده است که ما آن را احساس می‌نماییم. پیش از همه ما می‌خواهیم که افکار جامعه را تغییر دهیم، افکار جامعه را عوض نماییم. در سیمای شخص معیوب باید شخص ناتوان را نبینند. در سیمای شخص معیوب برابر دیگر شخصانی که معیوبیت ندارند یعنی که حقوقی برابر دارند و هنگامی دسترس شدن آن محیط برای شخصان امکانیتش محدود شخصان امکانیتش محدود میتوانند که در جامعه فعال باشند و سبب فعال بودن همین شخصان امکانیتش محدود در جامعه این محیط دسترس است. یعنی محیط برای شخصان معیوب دسترس باشد پس شخصان معیوب حرکت میکنند که در جامعه همیشه فعال باشند و نقش خود را برای پیشبرد جامعه امروزه یعنی که نقش عملی خود را بگذارند. البته هر یک کار از مثلا از مهربانی سر می شود. همین وقتی که همون یک داخل همون وارد بنا می شوید چی مغازه باشد چی چیز همون علل خصوص همون یک مناسبت خوبی همون انسان ها را دیده یک روی آدم بولیده می شود و آیسته آیسته فکر میکنم همه این دسترس نبودن راه رو این چیزها برطرف می شود و ما دویم تیار هستیم که با کمیته معماری همکاری کنیم و اگر در کدام حالتی که نباشد ما رو دعوت کند ما می رویم و همون از با استفاده دادن همون راهرو رو از نظر میگذارونیم و کنی مطابق هست یا نه. و باز چی گفتنی هستم وقتی که در هر یک برآمدهایی که جناب عالی پرزیدنت عزیزمان میکنند بینید که دائم تاکید میکنند با شخصانی معیوبیت داشته مهربان باشید مناسبت خوب کنید دستگیری کنید. همین دستگیری این چی نمود میشه چند نمود دستگیری میشد و یگانه دستگیری که شخصانی معیوبیت داشته رو بولیده میکند این همون مناسبت خوب است. مناسبت خوب و یک ما رو از دیگران کم ندانستن جدا نکردن با یک چشمی کمی ما نگاه نکردن این الکی یک روح انسان بولیده میگرداند. دوستان عزیز امروز در برنامه دور راجع به حفظ حقوق معیوبان و برنامه دولتی محیط دسترس
ما صحبت داشتیم و متخصصان نیز نظر و پیشنهادهای خود را برای ما بیان نمودند و هدف ما از تهیه این گونه برنامه‌ها این است که جامعه را نیز به همین گونه مسئله ها جلب نماییم. تا دیدار دیگر، سربلند و فیروز باشد. خیر.